سلام، سبا هستم، ساکن تنریفه اسپانیا. امروز میخوام یک ویدیو برای شما ضبط کنم در رابطه با گرفتن گواهینامه اسپانیا و امیدوارم که براتون مفید باشه. پروسه گرفتن گواهینامه اسپانیا از دو طریق ممکن هستش. یکی این که شما خودتون پروسه رو شروع کنید که در میانه راه احتیاج پیدا میکنید باز به یک آموزشگاه رانندگی. یکی این که از ابتدا آموزشگاه رانندگی کل پروسه شما رو استارت بزنه و تا پایان شما رو همراهی کنه، که پیشنهاد من و تجربه شخصی من به شما پیشنهاد میده که این پروسه رو با یک آموزشگاه رانندگی استارت بزنید. به خاطر هم هزینه هاش، همین که دیگه دردسرای ثبت نام و اینا رو نداره. حالا من قسمت بعدی به شما راههایی که مثلا میتونید خودتون هم انجام بدید رو بهتون نشون میدم، ولی میخوام اول از همه یک آموزشگاه رانندگی رو که من خودم از طریق اینجا اقدام کردم و بهتون نشون بدم. آموزشگاه رانندگی خب معمولا پکیج دارن، توی پکیجاشون و قیمتاشون تقریبا مقرون به صرفه تره. مثلا حالا این آموزشگاهی که من الان باز کردم زده 12 جلسه ثبت نامتون رو شما انجام میده، کتاب و تست آنلاین بهتون میده، 12 جلسه 45 دقیقه‌ایه. امتحانتون رو میاد، اون پلاک ال رو بهتون میده، مالیاتی که باید پرداخت کنه به ترافیکو رو میده و اون هزینه‌ای که یک روز ماشینش رو با شما برای شما در اختیار شما میذاره برای امتحانم هزینه‌ش رو میگیره ازتون توی این پکیج. خب من این اینفورماسیون رو زدم و این صفحه باز شد که این هزینه‌ش چقدره. همونطور که میبینید 617 یورو بوده که شده 550 یورو. ریز هزینه هاتونم براتون اینجا نوشته. حالا ما میگیم آقا ما نمیخوایم با گواهینامه با آموزشگاه پیش بریم، میخوایم خودمون انجام بدیم. اونو چی کارش کنیم؟ اول از همه اینه که شما باید برید معاینه پزشکیتون رو انجام بدید. معاینه پزشکی چطوریه؟ من این لینک هایی که حالا هر کدومو که باز میکنم براتون زیر این ویدیو میذارم. مراکز پزشکی که زیر نظر دخته هستن یا همون ترافیکو هستن و اینجا پیدا میکنید. هر جا که نزدیک به محل زندگی شماست پیدا میکنید، میرید اونجا، میگید آقا من برای گرفتن گواهینامه میخوام برم معاینه پزشکی انجام بدم. اونا از شما مبلغ بین 20 تا 40 یورو متفاوته میگیرن و معاینات پزشکی شما رو انجام میدن. یه برگه بهتون میدن، اون برگه رو نگه دارید که توی ترافیکو به دردتون میخوره. لینک آموزشگاه ها رو هم براتون میذارم. اینم لینک آموزشگاه هاییه که میتونید از اونها کمک بگیرید و کارتون رو با اونها انجام بدین که بازم نزدیک به محل زندگیتون رو انتخاب میکنید و میرید. مرحله بعد از این که شما این معاینه پزشکی رو قبول شدید چیه؟ شما باید یک وقت از دیجیتی بگیرید و یک فرم تکسه که اونو باید پرداخت کنید که من باز همه این لینک ها رو براتون میذارم. اینجا زده که چطوری پرداخت کنم تکسمو. باز میکنی، میایم پایین، مدل 791 رو انتخاب میکنیم که من قبلا اینجا باز کردم. خنرال aquí el modelo 791. اینو که کلیک میکنین یه همچین صفحه براتون باز میشه که میزنین پرمیسو پارا کندوکسیون، اینو فشارش میدین. بعد گزینه اول رو انتخاب کنین که اینا رو همه منفی میکنین، اینو همین یک هست میذارید، علامت ترولی رو میزنین. اینجا میره روی 94 و 5 سنتی که پرداخت میکنید. میرید توی قسمت خنرال مدلو، براتون یه همچین صفحه دیگه باز نکردم من براتون. باز میشه اینجا مدل داکیومنتتون، شمارش و اسمتون، فامیلتون، موبایلتون، محل زندگیتون رو انتخاب میکنین. میرسیم به این قسمت.
اگه حساب بانکی داشته باشید و بتونید باهاش اینترنتی پرداخت کنید که حساب بانکی رو اینجا وارد میکنید. اگه نه که افکتیو رو میزنید، این قسمت PDF رو میزنید و برای شما یک فایل PDF، یک صفحه PDF باز میشه. اونو حالا میرید از طریق ATM یا از طریق خود بانک پرداخت میکنید. 94.0. میتونید این کارم نکنید، مستقیم برید دخته این فرم رو پر کنید، میرید دخته پر میکنید، اونجا بهتون از طریق کارتخوان، فقط بدونید که از طریق کارتخوان میشه، از طریق کارتخوان توی دخته پرداخت میکنید. حالا شما این کارم انجام دادید، مرحله بعدی چیه؟ شما باید یه وقت از دخته بگیرید. این وقت گرفتن از دخته، این یه همچین صفحه ای که باز میشه براتون. حالا باز من لینک اینم براتون میذارم. میگه اون اداره‌ای که میخوای رو انتخاب کن، نسبت به اون شهری که هستید انتخاب میکنید. من سانتا کروز د تنریفه رو انتخاب میکنم، همین میزنم که کار اداری دارم، ربات نیستم، ادامه میدم. میگه الان براتون باز نمیشه. حالا این اگه روز ساعتایی باشه، وقتایی باشه که باز میشه، یه صفحه دیگه میاد دوباره اونجا ازتون اطلاعات میگیره و بعد از اینکه اطلاعاتتون رو گرفت، ساعتایی که توی اداره وقت هست و بهتون میده. 10 دقیقه قبل از ساعت خودتون و 10 دقیقه بعد از اون ساعتی که براتون مقرر شده اجازه ورود دارید. بعد از اون قبولتون نمیکنن. وارد دخته میشین و میگین من اومدم امتحان تئوری بدم. اونا یک فرم بهتون میدن، پر میکنید. این هزینه 94.5 حالا اگه پرداخت کرده باشید که فرمشو میبره، اگه نه که اونجا پرداخت میکنید. روز امتحانتون رو مشخص میکنن. بعد از اینکه روز امتحانتون رو مشخص کردن، شما باید برید امتحان تئوری بدید. امتحان تئوری شو من یه سری لینک این برای خود سایت دخته هستش که آزمونای سالهای پیش و ماهای پیش رو گذاشته. شما میتونید از اینا استفاده کنید. من یه سری سایت های دیگه هم هست، اونا رو براتون میذارم. میتونید برید هم رایگان هم پولی تستاشو بزنید. باز اینجا به 2 تا زبان شما میتونید امتحان تئوری بدید، زبان انگلیسی، زبان اسپانیایی، که باز پیشنهاد من اینه که اسپانیایی امتحان بدید اگه میتونید، چون که زبان انگلیسیش ترجمه‌ای که کردن یه ترجمه‌ایه که مفهوم و کامل نمیرسونه و ترجمه تحت لفظی کردن. ممکنه شما اونجا برید و به مشکل بخورید. همونطور که میدونید از 30 تا سوالی که بهتون میدن 27 تاشو باید که درست جواب بدید، یعنی شما حد اکثر 3 تا غلط میتونید داشته باشید. این 94.5 سنتی که شما پرداخت کردید برای 2 بار امتحانتونه، یعنی 2 بار میتونید با این 94.5 سنت امتحان بدید و اگه بعد 2 بار رد بشید شما باید دوباره یه 94.5 دیگه پرداخت کنید. حالا امتحان تئوری رو قبول شدید، میخواید ببینید که قبول شدید یا نه، میرید توی این صفحه NA تون رو وارد میکنن یا همون نیتون رو وارد میکنین، تاریخ امتحانتون رو وارد میکنین، بعد نوع گواهی که میخواید بگیرید که برای سواری همون میشه ب رو انتخاب میکنید، تاریخ تولدتون رو میزنید و بوسکار رو میزنید. برای شما میگه که اگه آپتو باشه که یعنی دیگه قبول شدید، اگه نو آپتو باشه یعنی اینکه قبول نشدید. بعد از اینکه آزمون تئوری رو قبول شدید دیگه، اگه شما دارید خودتون این مسیر رو پیش میرید دیگه بعد از این نمیتونید، بعد میرید به یک آموزشگاه میگید آقا من تئوریمو قبول شدم، از این به بعد میخوام که منو معرفی کنید به دخته برای آزمون عملی. اونا به شما میگن که شما باید حداقل 5 جلسه بگذرونید. حالا بعضی جاها میگن 3 جلسه به ما گفتن اینا، ولی معمولا جای من چند تا آموزشگاه پرسیدم 5 جلسه رو حداقل میخواستن. شما 5 جلسه تمرین میکنید. باز اینجا پیشنهاد من اینه که معلمتون، مربیتون رو به زبان اسپانیایی انتخاب کنید که هم با اصطلاحات آشنا بشید چون ممتحنتون زبانش اسپانیاییه،
هم این که همونطور که میدونید فرهنگ اینجا یه ذره چاق سلامتی طوریه. معلم مربیتون روز امتحان، حالا اگه یه ذره غلط غلوطاتون مثلا قابل چشم پوشی باشه، میتونه با ممتحن صحبت کنه و مثلا اونجا یه ذره بگه حالا این بچه تمرین کرده و اینا، وگرنه خب معلم انگلیسی زبان فقط میتونه در حد اینکه سلام علیک کنه و اینا یه گوشه وایسه. اونجا هیچ منفعتی یعنی برای شما نداره. ممتحن روز امتحان از شما 1 یا 2 سوال از آیین‌نامه میپرسه. معمولا سوالای آسونی مثل دکمه اضطرار کجاست، داشبورد توش چی میتونه باشه و اینا، ازتون این سوالا رو میپرسه. بعد از اینکه شما امتحان عملیتون رو قبول شدید، باز میتونید از طریق همین لینک برید نگاه کنید که قبول شدید یا نه. بعد از اینکه شما امتحان عملیتون رو قبول شدید، به شما یه برگه میده آموزشگاه که 3 ماه اعتبار داره، یعنی با اون میتونید 3 ماه رانندگی کنید تا وقتی که گواهینامه اصلیتون بیاد. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم گواهینامه ایرانمون رو ضمیمه کنیم به این که اون برچسب الی که به ما میدن به عنوان مبتدی باید تا 1 سال پشت ماشینمون بچسبونیم و نچسبونیم. چیکار کنید؟ شهرک آزمایش ایران میرید، درخواست نمره منفیاتون رو میکنید، میگید سوابق رانندگیمو میخوام. اونا به شما 2 تا برگه میدن، لگالایزر میکنید، ترجمه میکنید، لگالایزر میکنید، میارید. بعد از اینکه امتحان عملیتون قبول شدید میرید دخته، میگید آقا من میخوام این سوابقم به گواهینامه الانم ضمیمه بشه. یه مبلغ 20 تا 25 یورویی ازتون دوباره میگیرن و اون برگه ها رو ضمیمه میکنن. و این چه کمکی به شما میکنه؟ فقط برچسب ال رو از پشت ماشین برمیداره؟ خیر، به شما توی قسمت بیمه ماشین کمک میکنه، چون اینجا معمولا شرکت بیمه ها به کسی که تازه گواهینامه گرفته خیلی سخت بیمه میده، خدمات میده. میگه آقا این آدم تازه کاره، ممکنه برای من ضرر زیان برسونه، بره ماشین تصادف کنه، هره بره بیاد بخواد خسارت من پرداخت کنم. اولا که هزینه براتون بیشتر میشه، دوما اینکه خیلی شرکت ها بیمه خدمات بهتون نمیدن. پس بهتره که شما این برگه رو تهیه کنید، روی گواهینامه اسپانیاییتون ضمیمه کنید و یک گواهینامه با سابقه داشته باشید. توی بیمه ماشین به شما کمک خواهد کرد. دیگه من یه لینک ها رو یه دقیقه نگاه کنم ببینم اگه چیزی نیست که از حضورتون مرخص شم. بله، من همه اون چیزایی که به نظرم اومد براتون میتونه مفید باشه رو بهتون گفتم. امیدوارم که موفق باشید و خیلی راحت و آسوده بتونید این پروسه رو به تکمیل به سرانجام برسونید.